امروز خوشخبری خیلی خوب داریم. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم که شما خوب هستین. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 26 فوریه $100 برابر به 1088 سومونی و اینچنین 100 یورو برابر به 1196 سومون و 50 دیرم. دوستان عزیز، خاطر انا همه خوشخبر در ویدیو لایک مونین، با کانال ما ابونه شوین و خوشخبرهای نو انتظار شوین. ما به شما وعده دادم وفا کرده استم. و ببینید که امروز 1000 روبل روسی با کورس امروزه 125 سومون شده بچه. 125 سومون و 50 دیرم با چی میخورد؟ ما وعده دادم انشالله که وفا کرده استم. لایک فراموش نکن. دوستان عزیز، این زمان تفتیش کردن شناسنامه خارجی یعنی که زگران پاسپورت خیلی دشوار شده است و نرخ‌های گوناگون. البته این همه بر شما معلوم است. پس ما این برادر را بر شما پیشنهاد میکنیم که با نرخ ارزان یعنی که 700 روبل شناسنامه شما را تفتیش کرده میدهد با طریق FMS و MVD و سودمی زرداجینوس شرف در MVD، پاتنت در باز MVD و دیگر و با سوال‌های شما جواب میدهد. شما میتوانید از نام شبکه ما سلام میگین و به ملال حجت‌های خود را تفتیش کنید. بر شما برای کار خواهان هستیم.